بهت تبریک میگم که وارد این کلیپ شدی و ذهنت اجازه داد که این کلیپ رو ببینی، چون قرار زندگی تغییر کنه، قرار راهی رو یاد بگیری اصولی و علمی که بتونی از قدرت تصویرسازی استفاده کنی تا خواسته‌هات رو خلق کنی. این کلیپ یک کلیپ معمولی نیست، چون چیزهایی رو بهت میگم که جایی نمیشنوی، پس تا آخرش ببین. سلام، امیدوارم پارادایمت کوک باشه رو موفقیت. تصویرسازی چیزیه که ما بارها در موردش شنیدیم توی کتاب‌ها، داستان‌ها، نمیدونم آموزش‌ها، ولی چرا آدم‌ها ازش نتیجه نمیگیرن؟ چی میشه که برای بعضیا کار میکنه، برای بعضیا کار نمیکنه؟ چی میشه که خیلی سخت تصویر دیدن؟ اصلا چه اصولی داره؟ چطور ما داریم ازش استفاده میکنیم در حال حاضر و چه راهکاری هست که ازش درست و اصولی استفاده کرد؟ توی آخرین کلیپت میگم. مرحله به مرحله با من پیش بیا و سعی کن ذهنتو باز بذاری و چیزایی که بهت میگم رو کامل دریافت بکنی. ما نمیتونیم تصویر سازی نکنیم، یعنی ما نمیتونیم فکری تو سرمون بچرخه غیر از این که یک تصویری حتی شده مات درش در ذهن ما شکل بگیره. پس وقتی که تو داری به یه موضوعی فکر میکنی، ناخودآگاه تصویری از اون موضوع تو ذهنت شکل میگیره و چون بیشتر افکار ما منفیان، بیشتر ترس ها و نگرانی های ما روزانه تو فکرامون میچرخن، پس ما بیشتر اونها رو تصویر سازی میکنیم بدون اینکه بخوایم و بیشتر اونها رو تجربه میکنیم، بیشتر اونها رو به زندگیمون فراخوان میکنیم، بیشتر خودمون رو عادت میدیم به همونها و بعد شاکی هستیم که چرا زندگیمون اون چیزی که میخوایم نیست. در واقع ما داریم از همین قدرتی که خیلی عظیمه استفاده میکنیم برخلاف خواسته هامون و چیزایی که میخوایم و اتفاقا پوش میکنیم و چیزایی که نمیخوایم و دریافت میکنیم. تصویرسازی به صورت علمی در مغز چی کار میکنه؟ ببینید، بارها این مثال رو دیدی، تجربه کردی که وقتی تو به یک لیمون ترشی فکر بکنی، تصویرش رو تو ذهنت بسازی، نمیدونم اونو قاچ بکنی، آب میوه‌ش رو بخوای بگیری، بعد بو کنی، اگه چشماتو ببندی و قشنگ رو تصویر سازی کنی، بزاق دهان ترشح میشه. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی مغز تو نمیتونه بفهمه که این میوه، این لیمو ترشت واقعی نیست و فقط یک تصویره، یک توهمه که در ذهنش داره میچرخه و به خاطر همین وقتی که اون تصویرسازی رو انجام میدی، خودش میاد اون کارهایی که لازمه اگر اون میوه واقعا این اتفاق میافتاد جلو روت، اون کارها رو انجام میده، فرمان میده به غدد مختلف، بزاق ترشح میشه، معده اسیدش ترشح میکنه و چیزهای دیگه. به خاطر همین هم هست که اصلا وقتی تو فیلم میبینی و درگیر اون فیلم میشه میترسی، یا درگیر اون فیلم میشه گریه میکنی، درگیر اون فیلم میشی نمیدونم میتونی خوشحال بشی، قلبت تون تون بزنه. چرا؟ چون ذهن نمیتونه بفهمه که الان اون اتفاقات واقعی نیستن، فقط یک تخیلن و وقتی که داره اون تصویر رو میبینه، درگیر اون تصویر میشه، ناخودآگاه شروع میکنه اون قدرت فعال شدن و فعالیت‌ها رو تو بدنت به شکلی میبره که انگار واقعا اون اتفاقات دارن میافتن، وگرنه نه فیلم ترسناکی واقعا ترسناکه، چون چیزی نیست که یک صفحه تلویزیونه، چجور میتونه ترسناک باشه؟ نه فیلم عاشقانه‌ای باید اون حالو بهت بده، نه فیلم خوشحال کننده‌ای، نه فیلم خنده‌دار. همه اینا چیزایی هستن که تو ذهن تو دارن شکل میگیرن. حالا این نشون میده که ذهن ما فرق تخیل و واقعیت رو نمیفهمه. اگر به این شک داری، هر کدوم از این امتحانایی که گفتم میتونی انجام بدی و ببینی که واقعا همینطوره. مغز من نمیفهمه دارم تخیل میکنم و بدن من رو ریاکت میده نسبت به اون تخیل و نسبت به اون تصوری که داره ایجاد میشه. حالا خود این تصویرسازی در مغز چه اتفاقی میفته که مغز نمیتونه تشخیص بده اینا تخیله، اینا فقط توهمه؟ توی مغز برای پیغام رسانی نورون ها باید با همدیگه فعالیت بکنن و پیغام های عصبی رو به همدیگه بفرستن تا فعالیتی شکل بگیره و مغز وقتی که تو داری تصور میکنی، دقیقاً همون مدل نورون ها به هم پیغام رسانی میکنن و تماس ایجاد میکنن که انگار واقعاً اون اتفاق داشته میافتاده. پس برای مغز، از نظر مغز، اون اتفاقی که داره تصور میشه واقعیه. حالا اگر تو در حالت عادی تصویر سازی بکنی، این تماس ها با سرعت کمتری ولی به سمت هم حرکت میکنن، ولی اگر وارد حالت آلفا بشی، وارد حالت تتا بشی، اون وقته که این سرعت این تماس ها بیشتره. یعنی اینجاست که آدم ها، اونایی که میتونن تحقیق پذیری بالایی دارن، مدیتیشن میتونن بکنن، مراقبه میتونن بکنن، هیپنوتیزم میشن، اونها با این روش های مختلفی که وجود داره
در واقع میرن تو ذهن ناخودآگاهشون و تصویرسازی میکنن و چون اونجا سرعت رسیدن این نورون ها، سرعت تماس های عصبی بیشتره، اینها تماس های سریعتر ایجاد میکنن. حالا این تماس ها چرا مهمه؟ هر چیزی که قرار تبدیل به یک باور بشه، تبدیل به یک اعتقاد بشه، تبدیل به یک برنامه و روتین ذهنی بشه، نیاز داره نورون‌هاش به هم تاچ بکنن و وصل بشن. اصطلاحاً مسیر عصبی براش در مغز وجود داشته باشه. اگر تو نمیتونی دوچرخه سواری کنی، اگر تو نمیتونی رانندگی کنی، یعنی هنوز مسیرهای عصبی مغزی شکل نگرفتن که به صورت ناخودآگاه اون اتفاق بیفته. وگرنه وقتی که این مسیرها شکل میگیرن، ناخودآگاه تو رانندگی میکنی، تو دوچرخه سواری میکنی، تو راه میری، تو حرف میزنی، تو میخونی، اینا دیگه مسیر عصبی شکل گرفته و ناخودآگاه این کار میکنی. برای اینکه این مسیرها شکل بگیرن، اگر تو تصویرسازی بکنی، اینها به سمت هم حرکت میکنن. اگر در حالت آلفا و اون چیزایی که گفتم تصویرسازی کنی، سرعت رسیدن اینها به هم بیشتر میشه، چون تلقین پذیری بالاست، چون اصطلاحاً سرعت مسیر عصبی در اون لحظه بیشتر میشه. این پس یه نکته کلیدی که اگر میبینید بعضیا سریعا تو تصویرسازیشون نتیجه میگیرن، به خاطر اینکه حالت تلقینی میشن، وارد حالت خلسه میشن، پس اون سرعت براشون در ناخودآگاهشون بیشتر میشه، تماسا سریعتر شکل میگیرن. حالا چه تصویرسازی غلطه؟ اگر تو بیای نتیجه اون چیزی که میخوای رو تصویر سازی کنی، فقط مثلا پول میخوای، تو تصویر سازی کنی که 100 میلیون به تو رسیده. برای بعضی ها این قضیه جواب میده، مسیر عصبی اون 100 میلیون شکل میگیره و اون فرد آماده این میشه که کارهایی بکنه که اون 100 میلیون رو به دست بیاره. برای بعضی های دیگه وقتی این مسیر عصبی شکل میگیره، مغز دچار یک اختلال میشه، میگه که خب پس من به این چیزی که میخواستم رسیدم، چون فرق تخیل و واقعیت رو نمیدونه، میگه من رسیدم، پس دیگه لازم نیست براش تلاش بکنم، پس تلاشی نمیکنه، پس هیچ وقت نمیرسه. پس آدم ها اینجا به دو قسمت تقسیم میشن، یا اونهایی که با تصویرسازی نتیجه میتونن اون اتفاق رقم بزنن، یا اونایی که با تصویرسازی نتیجه اتفاقا پس رفت میکنن. پس ما میایم یه راه جایگزین براش میذاریم، یه راهی که هم گروه A هم گروه B ازش نتیجه درستی بگیرن. اون راه چیه؟ اون راه اینه که تو بیای چند قدم مونده به نتیجه رو تصویرسازی کنی. مثلا میخوای ماشین بخری، ماشین خریدن و توش نشستن و رانندگی رو تصویرسازی نکنی. اینکه اون پولو دارم میرم از بانک بگیرم، تو حسابم واریز شده، الان دارم میرم بنگاه‌های مختلف که پول تو حسابم، ماشین ببینم، ماشینا رو دارم تست میکنم، خانواده‌ام میبرم که اونها هم ببینن. یعنی نگاه کن، یکی دو قدم مونده به اون هدف رو میای تصویرسازی میکنی. چه اتفاقی تو مغز میفته وقتی این مدل تصویرسازی رو خواهی داشت؟ فرض کن تو یک کارخونه داری و هدفت اینه که 10,000 دستگاه از محصولت رو بفروشی. دستگاهت مثلا فرض کن موبایل، اوکی؟ میخوای به پرسنلت انرژی بدی. آیا میای تو جلسه پرسنل که همه نشستن میگید آفرین بچه‌ها ما به 100,000 تا رسیدیم، دمتون گرم، ماشاءالله بهتون 100,000 تا رو تموم کردیم و باریکلا بهتون؟ اگر اینو بگی، خب آره اینا خوشحال میشن، ذوق میکنن، ولی آیا دیگه حرکتی میکنن؟ میگن نه دیگه، نتیجه میسر شد، اتفاق افتاد، پس همونجا میمونن. ولی حالا اینجا رو گوش کن، 100,000 تا قرار بود بفروشی و بعد بیای به اینا اینطوری بگی بچه‌ها 99,000 تا فروختیم، بچه‌ها فقط 1,000 تا دیگه مونده، فقط 1,000 تا دیگه مونده، اگه یک کم دیگه تلاش کنیم به اون 1,000 تا میرسیم. حالا چی؟ حالا هم انرژی بهشون میدی چون یک مرحله زیادی از راه رفتن، و هم بهشون اون حالیو میدی که تلاش بکنن، اون انگیزه رو میدی که تلاش بکنن، اون 1,000 تا دیگه رو بزنن، اون زور آخر رو بزنن. و این اتفاق دقیقا تو بدنت هم میفته. وقتی تو میای تصویرسازی 2 پله 3 پله پایین تر از خواستت رو خواهی داشت. یه رمز بهت بگم و این کلیپ رو تموم کنم، تو کلیپ های بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنم. اگر میخوای تصویرسازیت نتیجه بده، مهم اینه احساس پشت اون خواسته رو در تصویرسازیت زنده کنی.
احساس اون ماشینه چیه برای تو؟ وقتی اون ماشین رو داشته باشی چه حسی داری؟ احساس امنیت داری؟ احساس آزادی زمانی داری؟ دیگه زمان سر ماشین گرفتن و اینا هدر نمیره؟ احساس آرامش داری که خانوادت رو خودت میبری میاری؟ اون احساسایی که تو دنبالشی برای رسیدن به اون ماشینه چیه؟ سعی کن تو تصویرسازیت اون احساسا رو تجربه کنی. رمز کار احساس داشتن اون خواسته است، احساس پشت رسیدن به اون خواسته است. اگر بتونی احساس رو تو خودت زنده کنی، ذهن به اون احساس عادت میکنه و برای رسیدن به بیشتر اون احساس، تجربه بیشتر اون حال و احوال برای تو راه میچینه و تو اون راه ها رو انجام میدی و به خواستهات مرحله به مرحله میرسی. تو از تجربت برای در مورد تصویرسازی به من بگو. چه تجربه ای داری؟ آیا با تصویرسازی اوکی نیستی؟ سوالی در موردش داری؟ حتما کامنت کن. بلدی چطور تصویر ببینی؟ آیا تصویرهایی که میبینی واضحن یا نه؟ اینا رو برام کامنت کن. از دلشون سعی میکنم کلیپ های جدید رو برات بسازم و یک بار دیگه از اول این کلیپ ببین. من سعی کردم سریع بگم که وقت کلیپ زیاد طولانی نشه. برو از اول ببین و دقیقاً مرحله به مرحله چیزایی که گفتم رو یادداشت کن و انجام بده. این کلیپ خیلی مهم بود.